چی غمگینی؟ هیچی حاجی 30 سالم شده افسرده شدم. 30 سالگی تازه سن رقصه. بیا بریم یاد بدم چجوری برقصی افسردگیت بره. بیا جلو. پای راست جلو. با پای چپ یه جهش میکنم. همزمان این پامو جمع و باز میکنم. یه بار دیگه این کار رو تکرار میکنم. 2 پامو 3 بار عوض میکنم. 1 2 3 میچرخم سمت ساعت 1 2 3. دوباره با پای چپ تکرار میکنم. 1 2 3. شماره 1 و 2 رو بدون مکس انجام میدم پشت هم. 1 2 3 1 2 3. شما هم اگر میخواید به همین راحتی رقص آذربایجانی رو یاد بگیری کانال رو سابسکرایب کن، برای دوستات هم بفرست.